ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори чиллумро бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. تو عایشه کتابی بسیار نخواندی، گفت به زمین چشم دوخته ایستاده مخصوم. و نمیدانی که شاعر چی گفته است. بله، به حسب حالی من و تو، به روزگاری من و تو مناسب کرده داد زده است. گوش کن. ای جفا پیش فلک، ناله و فریاد از تو. نیست جای ز تو آباد، دل شاد از تو. هر نهالی که در این دهر برومند شده است، کنده گردیده به بنیاد ز بیداد از تو. میدانی عایشه، تو یک وقتها مرا از عالمی وحشت و حیوانیت به عالمی عشق و شعریت آورده بودی. در یادت هست من صدقه و قربانی تو بودم. تو یاری مهربان، یاری وفادار و دلداری من بودی. شبها در آغوشم قصه عشق و محبت می‌خواندی. روزها در یادم ساعتهای دراز می شماریدی. کنی آن روزها به کجا رفتند؟ تو چی شدی؟ به چه حال افتادی؟ این نوع سرشدنی گفتگوی امروزه عایشه را حیران کرد. وی که به زهری زبان و معامله دغلی اسد مخصوم عادت کرده مانده بود، نمیدانست که این چی حال است، به اسد چی شده است. گپ زن عزیزم، گفت باز مخصوم به خیالهای شیرینی گذشته تمام فرو رفته. کنی آن شیرین زبانی ها، کنی آن لطف و نوازش و احسان و مرحمت، کنی آن ناز و استغنا، به کجا رفتند؟ به تو چی شد؟ به چی حال افتادی؟ از خودت پرس، گفت از تملقی بی جای اسد در غضب شده عایشه. چرا از خودم پرسم؟ مگر نامهربانی از من سر زد؟ مگر تو نبودی که به سخنهای بیگانگان باور کرده از من رو تافتی؟ مگر تو نبودی که سرودی بی وفایی را سرودی؟ من به کی وفا کنم بود؟ به کی مهربانی کنم بود؟ به تو؟ ها، به من. تو میدانی که کیستی؟ مگر تو ظالم، فریبگر و دروغگو نیستی؟ مگر تو نبودی که با لاف و گزافی دروغ و با خبرهای بافته و ساخته مرا از یاری مهربانم جدا کرده به قید مکر و حیله خود در آوردی؟ مگر تو نبودی که اینقدر ماههای دراز مرا در عذاب و شکنجه نگاه می‌داری؟ مگر تو نیستی که گلغنچه حیاتی مرا ناشکفته
خزان کردی. بس 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 گفت دغلانه، آواز بلند کرده مخصوم. باز تو مرا به عالمی هستی و حقیقت برگردانیدی. افسوس که دقیقه شیرین خیال غایب شد. افسوس، صد افسوس. منی ساده روی پژمرده تو را دیده، گلگونیت را به یاد آوردم و دلم سوخت. نمیدانستم و فراموش کردم که تو مار بچه بودی و اکنون سر تا پا زهر و زقوم شده ماندی. در دام اژدهای خونخوار نشسته، به خون و چیرک برنگشته، زهری مار شده باشم. های های، با همین زهری که خودت در من تیار کردی، نصیب باشد خودت به جهنم می روی. یک باره غضبی مخصوم جوش زد و دنیا به نظرش تاریک گشته، با یک نوع آوازی پردهشتی درونی فریاد کردن نتوانست و غرونگاز زد چون مار فیشاس زد. ها، به جهنم رواندن خودت را هم به یادم رسانیدی. پس به مرگت حاضر شو زنکی فلاکت. وی تپانچه براونینگ را که همیشه در میانش بسته می گشت از غیلاف کشید و به تیردانش نگریست. خواست که قراولکش را پس کشیده به پراندن حاضر شود. یک باره نه گفت و تپانچه را بروی کت پرتافت. عایشه که به مردن تیار شده بود از دهان فریادی نبرآورد، نگریخت. به کجا هم می گریخت و به امداد آدمان را جیغ نزد. لیکن رنگش کند و چشمانش از کاسخانه برآمده بروی کشنده خودش نگران شد. نه گفت باز مخصوم، من تیری تپانچه را برای تو سگ بچه نابود نمی کنم و باعثی تشویشی آدمانی خودم نمی شوم. تو را انا با همین دستانی خودم بوغی کردم می کشم. فکر نکن که پس از من تو نصیبی کریم می شوی. این را گفت و چون خرسی خونخور به سری عایشه با پنجه های کشادی جانگداز حرکت کرد. عایشه بی اختیار چند قدم به طرف دیوار خود را کشید و دستانی لرزانش را به مدافعه گردنش گذاشت. در همین دم از سوراخی که به جای تریزه در آن خانه مانده شده بود آوازی محرمش بلند شد. خوجین، ها خوجین، زود برآیید که وکیلانی عسکرهای سرخ بیرقی سفید برداشته آمدند. ها؟ گفت از جایش کلویده اسد. وکیل ها می گویی؟ ها، وکیل ها با دو موسفید خودی کریم کماندیر آمده است. ها، کریم آمده است، بسیار نقص. نباشد ما اول کریم را به جهنم میفرستیم و جان کندنی یاری مهربانتان را خوب تماشا کرده شده، بعد از پسش شما می روید. این را گفت و دیوانوارانه قدم گذاشته مخصوم از در برآمد. عایشه هم بی اختیار به هیچ چیز اهمیت نداده دویده رفت و از بالای کت تپانچه را گرفت و به سوراخ نزدیک شده از قفای مخصوم نشان گرفت.
لیکن هنوز زبانکی تپانچه را زیر نکرده مادرش تاخته به خانه در آمد و با تمامی بدنش خودش را به دخترش پرتافته دستی او را از سوراخ کشید. جان دخترم، جانان دخترم، می گفت کمپیر، شیطان را حیزن، این کار را نکن که بعد پشیمان می شوی. تو کی او تپانچه پراندن بتر از عهده کاری برآمدن نتوانسته جان جوانت را به خطر می گذاری. عایشه در عین زمان هم در غضب و هم چنان مایوس شد که از درد و الم گریسته سر داد. ای مادر، مادر جان، گفت وی گریسته ایستاده، شما چی کار کردی؟ میدانی چی کار کردی؟ در میدانچه پیش خانه خود که آنجا از درون خانه روشن می نمود و آوازها به گوش خانه نشینان می رسید، اسد مخصوم وکیلان را قبول کرد. دام الله امام، استا علی آهنگر و کریم بروی او آمده در فاصله 3-4 قدم ایستادند. اطراف آنها را سردارانی دسته ها و آدمانی مسلحی اسد مخصوم به طور 3 گوشه احاطه کرده بودند. همه با هیجان و اضطرابی بزرگ این واخوری و این گفتگو را دیدنی و شنیدنی بودند. السلام علیکم جناب اسد مخصوم، گفت دام الله امام. اسد مخصوم که از زیر پیشانش به آنها نگاه کرده می ایستاد، یک سر جنبانیده ماند و گپ نزد. ما، گفت به سخنش دوام کرده امام، وکیل صلح و امنیت شده به نزد شما آمدیم. از برای خدا و پیغمبر خدا به حال و جان خودتان، اهل بیت خودتان و بهاری بیچارگانی از خانمان جدا گشته رحم کنید. تکلیف حکومت را قبول کرده برای صلح و صلاح درآیید. جنگ و خونریزی به دل همه، به دل پیر و جوان زدگی، گفت استا علی. ما آمدیم که واسطه شویم، شما را با حکومت آشتی دهیم. مخصوم همان طوری که نگاه کرده می ایستاد زیر لب غرونگاس زد. تو ملا کریم چی میگویی؟ من صلحنامه ای را که سردار حکومت بخارا فیض الله خواجیف امضا کرده است گرفته آوردم، گفت کریم و از کیسه بغلیش کاغذی را برآورده یک قدم پیش گذاشت و به مخصوم دراز کرد. در این صلحنامه گفته شده است که، گفت با آوازی بلند کریم، اگر شما تسلیم شوید حکومت همه گناهانتان را می بخشاید و به شما امکان می دهد که حیات آسوده حالانه را سر کنید. این چنین به همه جنگاوران شما آزادی و یاری مادی داده می شود. مردمی در اطراف بوده با امید و هیجان بروی اسد چشم دوختند. اما وی به کاغذ نگاهی هم نکرد. آن را گرفت و پاره پاره کرده و پس نعره زد: این مکر و فریب خود را به دیگر جا کار فرمایید. در بین ما هیچگاه صلح و صلاح نمی شود. مردمی مایوس گشته
یک باره غلغله برداشتند. آنها روی راست می گفتند که به صلح و صلاح راضی شدن لازم. مخصوم دست برداشته مردم را خاموش کرد. این آدمی که شما با نام کریم کماندیر می شناسید، گفت وی، یک بار از تیر ملتقی من قریب از میان رفته بود. وی خائن و جاسوس است. وی به ناموس من، به ناموس زن من دست زدن می خواهد. همه این نیرنگ ها برای عایشه است. به گپ های وی باور نکنید. شرم کنید مخصوم، گفت کریم. اینقدر پستی و رذالت را به خود راه ندهید. خیر، همین طور می، گفت بی اختیار به غلافی بی تپانچه دست دراز کرده مخصوم. من رذیل، من پست، نباشد انا این خنجر جوابی مرا می دهد. مخصوم در یک چشم زدن از میانش خنجر را کشید و چون ببر جهیده می خواست که آن را بسری دلی کریم زیر کند. ناگاه صدای گلدراسی تپانچه بلند شد و از سوراخ خانه تیری جانگداز در عین وقتش آمده به بندی دستی مخصوم رسید و خنجر از پنجه او به زمین افتاد. کریم هم که به هجوم ناگهانی تیار شده بود، با یک ضربه اسد مخصوم را به زمین غلطاند. آدمانی وی، حتی محرمهای خاصی او، به یاری نتاختند. برعکس از کجا ارغمچینی پیدا کرده بازوانی او را سخت بستند. در عین همین حال از طرف پایان غلغله برخاست و عسکرانی سرخ رسیده آمده آن میدان را حلقه‌وار پیچانیده گرفتند. کریم اسد مخصومی زخمی را از زمین برداشته به پا گذاشت و فرمود که زخم دستی او را بندند و به امینف که در سری عسکرانی سرخ به آنجا حاضر شده بود رپورت داد. رفیق رئیسی چیکه بخارا، وظیفه‌ای که به دست فداییان ما از طرف حکومت سپاریده شده بود همین حالا به انجام رسانیده شد و اسد مخصوم خائن دستگیر، آدمانش تسلیم شدند. آفرین، آفرین دوستان و رفیقان عزیزم، گفت امینف. شما به مردم بخارای آزاد آسودگی و صلح و امنیت آوردید. شما به هر گونه احترام می ارزید. همه آنهایی را که یراقشان را سپرده تسلیم شده اند حکومت عفو می کند. خائن دولت و دشمن خلق را سود عادل شورایی محکوم به جزای عالی می گرداند. نه، خوابت را به آب گوی، گفت اسد مخصوم و با یک خیز جهیده خود را به پیش زد. چندین نفر را زده افتانده خود را به کناری جری رسانید که از آنجا خودش گناهگارانش را به پرتگاهی بی تک می پرتافت و نعره بدهیبتی کشیده خود را به پایان پرتاب نمود. با همین واپسین امیری بخارا حیاتش را به آخر رساند. شنوندگان عزیز، شما گفتار 40 با از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمخود شنیدید.
коргардон Шералӣ Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.